دوستان سلام، امیدی که جو روز صحتمند و سلامت و بخیر باشین. جانتون جور باشه و وقت خوشی داشته باشین. در برنامه امروزی ما شما را در بند همبستگی زیرک خوش آمدید میگیم. خوش آمدین در بند همبستگی زیرک که کاربرای بند همبستگی زیرک شین و ماسه میره بخش پیش بند که پیش بند را بتون بزنه. تا آخر از این ویدیو همراه چینل میرزایی زیرک باشین دیگه، سه یک جای نریم. اینم از پیش روی بند که کندن کاریش هم دیگه چیزی نمانده، یک پیش روی جوی مانده که خلاص شد. این خاکای زیر بال نه که زمین بتون بزنن که آب باید دیگه این را خوره نکنه. این هم از داخل بند همبستگی زیرک که پیش روی بند کندن بخش از دیگه همین رگنگ میرن جغل میرن کنه برش قاطق نه پیش روی بند بزن. جغل طرف کچه نوده زیاد منده، از این طرف میره این طرف. جغل بخش پیش بند میره که پیش بند را خاطر بتون پیش بند جغل از او طرف میره که طرف جغل زیاد مونده. اینم از آبی بند همبستگی زیرک. کمی 3 ماه زمستان را آب ذخیره ده، می ذخیره ازی فعلا استفاده میشه بخش زراعت، بخش کشتکار. بارساتی نگده که آبی چشم سارا و کریز زیاد میشد. متاسفانه زمستان پربرفی بود، ولی بهاری به بارانی که اینمی آب کریز شاجویه که اینمی قدر داخل بند میه دیگه. بند ای بزرگی از آب کریز که پر نمیشه دیگه سالای خشکاوی. سرزم ماشاءالله 3 ماه زمستان خیلی آب ذخیره شده داخل ازی، هنوز هم تمام. امسال اصلا بارش نکرد، نمی عرفات کوه
دشتا دیگه کلا خشک شده. آفتاب هم زیاده دیگه این زمان ها تابستانه دیگه. یعنی بعض جایا گندم آو نخورده رسیده دیگه، از خشکاوی رسیده. للمی کیش کده، للمی که اصلا نشده، للمی دیگه بارسات نکنه نموشه، للمی هم نشده. اینم داستان بندی همبستگی زیرک که به کمک مسافرین و خیرین منطقه زیرک بیرون از زیرک ان قریبه که کارشی به پایه اکمال برسه. کار سنگکاری تمام شده. سرک رویش منده که اونم به کمک مسافرین و خیرین نیازمنده دیگه که بند همبستگی زیرک را کمک کن و یاری کن. از یاد نبرین، فراموش نکنین که بند همبستگی زیرک ریگیرایشی مونده. ریگیر بلده بند همبستگی زیرک اصلا درست نشده، چون که سرگای طولانی داره، سرگایش هم کلا ریگه. امسال که بارسات نگده دیگه، پارسال گیلولای رسکافزی بال کدک، اگم سیل اینگه باید دوباره امو آش امو کاسه. بند همبستگی زیرک نیاز برای گیر داره. اینم آقای مصاحبه با کاربرای خود دیگه جغل ما ببخشید بکنیم بند. اینم از کشتکار امسال که کلی عشقه دوم کل شمده دیگه. اینم از گندمی که قریبه دیگه که بیرسه. اینم از کشتکار امسال که این گندم بیچاره و بدبخت یک دفعه به قضا بخورده. باغایی که امسال اصلا بار نداره. داخل منطقه زیرک باغ بادام امسال نیه. مردم راحته. یکو دانه که شقیق باغا باشه دیگه بارمار اصلا نیه.